با من بیایید بریم سفر یه روزه به شمال تو پاییز 404. اینجا هنوز نرسیده بودیم به شمال. میبینید که چقدر درخت خشک شدن و هوای تهران که خیلی آلوده بود. حالا باز اینجا آسمونش صاف بود تقریبا و قشنگترش آخر ویدیو میبینید. اینجا بازم توی جاده بودیم و کوه ها دور و برمون بودن. اینجا رسیدیم توی تونل. چشمات کاری که میکرد با من هیچ ساقی نمیکرد. میخوام واسه آخرین با کنار تو شب من تابی بمیرم. اینجا تازه رسیده بودیم. درخت انجیر حیاتمون رو میبینید. بعد به گربه ها غذا دادم تو حیات. خیلی گربه های خوشگلی بودن. بعدش رفتیم جنگل. مسیر جنگل رو میبینید. قسمت خیلی قشنگ داره که الان براتون جلوتر فیلم گرفتم. این جنگل ها درخت کاج سوزنی داره. من خودم عاشق اینجام. جنگلاش درخت ها نارنجی شده بود. خیلی قشنگ بود. جاتون خالی. مسیرش رویایی بود واقعا. چیزی نمیگم که لذت ببرید. اینجا نور خورشید خورده بود. رفتیم ییلاقمون. ویلای توی ییلاق. مسیرش طولانی بود. این منظره ییلاق بالای کوه ویلا. گاوا اومده بودن توی حیات. شب رفتیم دریا. خیلی تاریک بود ولی خوب بود. صدفا و رفتم کنار پنجره و باهاتون خدافظی کردم.